به نام خدا سلام عرض میکنم. موضوع برنامه امروز ما درباره بحث مکانیسم ماشه هست و قانونی که مجلس درباره همکاری‌های ایران و آژانس گذاشته بود. اینکه این قانون چقدر عمل میشه و اخیراً باز اخباری اومده که بازرسای آژانس وارد ایران میخوان بشن یا شدن و دارن بعضی از تأسیسات رو از جمله نیروگاه اتمی بوشهر رو نظارت میکنن برش و مسائلی از این دست که اصلا برای مقابله با فعالسازی مکانیسم ماشه باید چیکار کرد و چه اقدامی انجام داد. برای پاسخ به این سوالات در استودیوی خط انرژی در خدمت آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هستیم. سلام عرض می‌کنم دکتر. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان خوب خط انرژی. سلامت باشید. دکتر به عنوان سوال اول از این بحث مکانیسم ماشه چی هست؟ یعنی توی برجام خیلی‌ها در واقع نفی می‌کردن، میگفتن اصلا همچین مکانیزمی وجود نداره و چقدر این مکانیزم ماشه واسه ایران تهدید و خطر ایجاد میکنه؟ خب امروز داریم می‌بینیم که مکانیزم ماشه در واقع نشون دهنده هم زیرکی طرف مقابل بوده که شرایط امروز رو میدیده و به عبارت نشون میده که مسئله توافق برجام یک توافق نبود، یک پروژه بود که این پروژه کنترلی و مهار ایران بوده، اونم در حوزه صرفاً هسته‌ای بلکه حوزه های دیگر رو هم شامل می شده که آقای روحانی ازش تحت عنوان برجام 2 و 3 و 4 یاد میکرد. اما هیچ که نمیاد سوال کنه خب این یعنی چی؟ ما برجام رو به عنوان یک پروژه دیدیم یا یک توافق دیدیم، اما شما دارید میگی برجام 2 3 4. تو انتخابات هم همین رو ایشون وعده میداد. لذا الان داره ابعادش روشن میشه که برجام نیومده بود مشکل ما رو حل کنه، برجام اومده بود که ما رو نورمالایز کنه، ما رو تجزیه کنه از درون و حالا الان میبینیم که تجزیه و تحلیل ما از جنبه هویتی تنها محدود نیست، حتی دنبال تجزیه ژئوپلیتیکی هم هستن. از این زاویه میخوام بگم حالا ابعاد زیادی رو داشت این برجام که همیشه تو این سالا افرادی مثل بنده اینا رو سعی کردیم باز کنیم، اما این مکانیسم ماشه هم یکی از اون ابعاد بود که البته با خروج ترامپ و با اتفاقات بعدی که افتاد عملاً دیگه اون وزنی که باید میداشت رو نداشت، چون این رو به عنوان یک فرایند پیش بینی کرده بودن در متن برجام که اگر موضوع اختلافی بین اعضا پیش اومد این اختلاف رو بدن به کمیته در واقع رفع اختلاف و اگر کمیته رفع اختلاف نتونست مسئله رو حل کنه موضوع رو ارجاع میده به کجا؟ ارجاع میدن به شورای امنیت. در شورای امنیت جوری این رو در واقع طراحی کرده بودن که چه ایران شاکی باشد چه مورد شکایت مکانیسم ماشه فعال میشه. یه شمشیر داموکلوسی بود که بالا سر ایران گرفته بودن برای کرنش و تن دادن به مطالبات غربی در چارچوب برجام. از این زاویه بود که این آقایون انکار میکردن، اما انکارشون آگاهانه بود، میدونستن که چه فاجعه ایه و به همین خاطر بود که هیچ وقت نتونستن برن و مسئله رو اونجایی که طرف مقابل عمل نکرده به تعهداتش در برجام از جمله آمریکایی‌ها شکایت کنن. ببینید حتی راجع به خروج آمریکا از برجام اینا جرئت نکردن شکایت کنن، چون اگه شکایت میکردن به نتیجه نمیرسیدن، میرفت شورای امنیت اتوماتیکمان در اونجا مکانیسم ماشه فعال میشد. اون 6 تا قطعنامه‌ای که ما گرفته بودیم تحریم‌های وابسته به اونها علیه ایران بعد اجرایی میشد. خوشبختانه با خروج امریکا از برجام و بعد ضعف اروپایی ها در شکل 4+1 و تعارض بین غرب با روسیه و چین شرایط رو کلاً به ضرر برجام و به نفع ما تغییر داد و این سبب شد که
مکانیسم ماشه که شمشیر داموکلوس بود و هیچ کدوم ماها دقیق نمیدونستیم چجوری دارن عمل میکنن استفاده بشه. قبل از عید امسال اروپایی‌ها دادشو میزدن که ما اگر ایران به مطالبات ما در این گفتگوهایی که داره هر از جنگ‌های انجام میشه تن نده، ما از اردیبهشت ما این مکانیسم رو فعال میکنیم. فعال شدن مکانیسم در شکل غیر از کمیته رفع اختلاف رو داره نشون میده. یعنی اگر چنانچه طرف مقابل ما که میشد 5 به علاوه 1 بعد شد 4 به علاوه 1 بعد شد 3 کشور EU3، این 3 کشور هم میتونستن بیان چیکار کنن؟ مکانیسم ماشه رو فعال کنن در چارچوب یک فرایندی که از یک جا شروع میکردن مطالباتشون رو رسما به ما اعلام کردن، مثل الان که بعد از فعال کردن مکانیسم ماشه حالا دارن مطالباتشون رو مطرح میکنن. این خیلی جالبه. قبلش میومدن میگفتن که ما از اردیبهشت ما این رو از شما مطالبه میکنیم، شما یه بازه 2-3 ماه وقت دارید که عمل کنید، اگر نکنید ما شکایت میکنیم و از اونجا پرونده رو ارجاع میدیم، موضوع رو ارجاع میدیم به شورای امنیت. شورای امنیت دیگه مکانیسم فعال میشه. دیدن نمیتونن خودشون این کار رو انجام بدن، چون روسیه و چین که با اینا همراه نبود. حتی در مقاطع روسیه و چین ابراز تمایل کرده بودن، آمادگی کرده بودن که اگه لازم شه ما هم برجام خارج شیم، ولی خب به هر تقدیر موندن. آمریکایی هم که نمیتونستن برگردن به برجام. و بعد اتفاق بعدی که افتاد، رفتیم تو این چالشی که گسترش پیدا کرد و نتیجهش هم ختم شد به جنگ 12 روزه. در جنگ 12 روزه هم باز این 3 کشور آلمان و بریتانیا و همچنین فرانسه نقش فعال داشتن علیه ما. انگلیس‌ها کمک کردن، فرانسوی‌ها کمک کردن و تمام قد و حتی در هم فرانسه و هم در بروکسل نشست برگزار کردن که در این طرحی رو که علیه ایران به اجرا گذاشتن که خروجیش میشد رژیم چنج، چه ساختاری رو و چه عناصری رو بیارن روی کار. یعنی دیگه از این آشکارتر اقدام علیه امنیت ملی ایران میشه سراغ کرد، ضد برجام و ضد امنیت ملی ما. حالا همین عناصر ببینید چجوری تونستن باز خودشون رو مسئول نگه دارن. یعنی مثلا طبق برجام هیچ نقطه اتهامی شما نمیتونی به اونا در واقع داشته وارد کنی. هر غلطی کردن بکنن، ما این که همیشه در جایگاه متهم باید میشستیم و نشستیم. در واقع شروع برجام این بود که ما رفتیم و به عنوان به جای که مدعی باشیم و مطالبه گر باشیم رفتیم متهم نشستیم و متهم امضا کردیم و متهم عمل کردیم. ظرفیت‌های ملیمون رو از دست دادیم، سایتامون رو بوتون ریختیم، از کار انداختیم، بازرسی ها رو شدیدتر عمل کردیم، پروتکل الحاقی رو علیرغم که مصوبه مجلس نداشت اجرایی کردیم و زمینه دادیم برای اینکه جاسوسا بتونن مختصات سایت های و فعالیت هسته‌ای ما رو کامل درارن و اونها میدونستن که ایران به دنبال بمب نیست. خیلی نکته جالبش اینه، چون تولید بمب که یه شبه انجام نمیشه که، ولی با در واقع حفظ این موضع اتهامی مطالبه گری کردن و بعد هم دیدیم که آمدن اینا اساسا موجودیت ایران رو مورد هدف قرار دادن و ظرفیت هسته‌ای ما رو هم در این فرایند از بین بردن. الان هم ظرفیت های ما یک سریش نابود شده، یک سریش هم شاید سالم مونده، هیچی معلوم نیست. الان هم دارن مطالبه میکنن که ما باید بیایم چیکار کنیم، اینا رو ببینیم، اونایی که از بین نرفته اونم از بین ببریم. الان شرط اروپا واسه اینکه مکانیسم ماشه رو فعال نکنه اینه که شما بذارید که جاسوسای آژانس نهارت برگردن. یکی از شروطشون. ببینید الان اروپایی‌ها شرطی رو که گذاشتن در آخرین دیداری که انجام شد در ترکیه، فکر کنم استانبول، آمدن با وقاحت و با صراحت هم گفتن ببینید ما این شمشیر رو می‌خوایم علیه شما استفاده کنیم، شمشیر داموکلوس رو، یعنی مکانیسم ماشه رو. حالا این مکانیسم ماشه در واقع چند روز بیشتر وقت نداشت.
و آمدن گفتن که 3 تا شرط رو باید عمل کنید. روابطتون رو با آژانس عادی کنید، یعنی به هیچ عنوان دیگه هی متعرض به گروسی و اینها نشید. نکته دومی که بگذارید بازرسان بیان و همین سایت های آسیب دیده و شاید ویران شده رو از نزدیک ببینن که به جنبندی برسن که در عملیات بعدی چیکار باید بکنن علیه ایران. این روشنه. نکته سوم و بگید این 400 کیلو چی شده؟ ما میخوایم ببینیم این 400 کیلو اورانیوم کجاست. گفت خب باید بگیم خب سر قبر پدر شماست دیگه، حتما دیگه اونجا باید شما رو چال میکردن که نکردن، یا اون زیر جای دیگه و ما که اطلاعی نداریم. منتهای مراتب هرچی هست اینجاست. لذا نه، ما باید بریم 400 کیلو ببینیم تکلیف چی شده. ببینیم خب میگم ارباب رعیتی برخورد کردن. و نکته سومی هم که مطرح کردن که برید با آمریکایی‌ها مذاکره کنید. یعنی نشون میده ترفند مذاکره از ابتدا یک ترفندی بوده که بتونه پوشش ایجاد کنه در فضای افکار عمومی ایران برای چی؟ برای در واقع سفیدشویی غرب، که مردم تصور کنن که قراره که سیب و گلابی از این درخت در بیاد، منتظر باشن، منفعل باشن، از راهها و مسیرهای بایسته غفلت بکنن، کار خودشون رو انجام ندن و انفعال رو بدن به ساخت اقتصادی کشور، که بعد ما وقت با اقدامات بعدی اینها که اقدامات خشن و سخت هست روبرو بشیم. ببینید این خیلی پروژه روشنه دیگه. البته براشون هم مهم نیست، کلاس هم ندارن که بگن خب ظاهرش اینه که تو داری نوچگی میکنی برای آمریکا، تو منافع خودتو ببین. مذاکره ما با آمریکا به شما چه ربطی داره؟ ضمن که شما آمریکایی شما رو آدم حساب نکردن و در دیداری هم که بین آقای پوتین اتفاق افتاد و ترامپ، شما یکیش کدوم نتونستین راجع به اوکراین بیاید. زلنسکی هم دعوت کردن، شما رو دعوت نکردن. میخوام بگم ببین این شخصیت هم ندارن اروپایی‌ها، فقط سرباز پیاده آمریکان. لذا از این زاویه وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اینها دیدن دیگه همه بازی رو از دست دادن. زمانی هم برای اینکه بخوان فرایند رو اجرا بکنن بدن به کمیته حل اختلاف ندارن. آمدن و روز پنجشنبه گذشته که آخرین روز بود این رو منعکس کردن طی نامه‌ای به دبیر کل هم قبلش گفته بود که آقا به من ربطی نداره، این بازی مال خود شماست، بدین به شورای امنیت. دادم به شورای امنیت. وضع شورای امنیت هم وضع خوبی نیست، به هم ریخته است. مثلا از این زاویه میخوام بگم این فرایند غلط غیر قانونی رو شکل دادن که اصلا پیش بینی نشده، دیگه جایی نمونده. بعد حالا 1 ماه فرصت دادن که شما میتونید تا این نامه داره بررسی میشه که 1 ماه پایان هم دوره ریاست روسیه است بر شورای امنیت. تو این فاصله شما یا به شروط ما تن میدید و یا مکانیزم ماشه رو فعال میکنید. این رو فعال کنن غلطی میخواد بکنید. چرا میگم هیچ اثری نداره؟ درش خیلی روشنه. اولندش اون زمانی که شما این بازی رو شروع کردید و ما بازی شما رو خوردیم و یا به ملت ایران خوروندن این عناصر وابسته، این سبب شد که اون موقع روسیه و چین کنار در واقع این 3 کشور و آمریکا بودن، 4 کشور. و من خودم هم توی مذاکرات هسته‌ای اون زمان شاهدم بودم که روسا و چینی‌ها عنایتی به ما نداشتن و اصلا تحولات این گونه نبود. من اون آقای ریابکوف رو وقتی نگاه میکردم به اعضای هیئت دوستان میگفتم که ما به ویلیام برنز کار نداریم یا به نماینده فرانسه، بریم این آقای ریابکوف رو کنترل کنیم که داره تندتر از اونا علیه ما موضع میگیره. ولی امروز شرایط استاتیسکو تغییر کرده. تو این شرایطی که تغییر کرده دست غرب خالیه و آمریکایی در برجام نیست. ایران در برجام بوده. 13-14 تا گزارش بازرسی قبل از حمله به سایت‌های هسته‌ای ما به آژانس داده شده و به شورای حکام که ایران هیچ گونه انحرافی در فعالیت هسته‌ایش نداشته. 2 روز قبل از پنجشنبه یعنی سه‌شنبه در واقع روسیه میاد و به نفع ایران
یه نامه میده به سازمان ملل و درخواست میکنه که آقا فعلا ما تعلیق تحریم ها رو 6 ماه ادامه بدیم. این به ضرر اروپایی هست، چون دیگه عملا ما این کار که تموم شده، هیچ فرایندی هم دیگه وجود نداره، تحولات هم سرعتش انقدر بالاست که دیگه مجالی برای اینکه اینا بخوان حرکتی بکنن ندارن. لذا از این زاویه پیش بینی میشه که اینها، اونم بدون پیش شرط، یعنی روسیه هیچ پیش شرطی نذاشته، پس اینا برای اینکه بخوان مکانیزم ماشه فعال نشه 3 شرط گذاشتن. قطعا با پیشنهاد روسیه اینا مخالفت میکنن. این مخالفت خودش یک ظرفیت دیگه است برای ما. نکته بعدی، چین هم همینجور حمایت کرده رسما از ایران و عنوان کرده ایران حرکتش درست بوده و خطایی انجام نداده و این آمریکا بوده که از برجام خارج شده. اینا رو وقتی ما کنار هم میذاریم، میخوام بگم اصلا همون موقعش هم ما تحریم هایی که باید مورد علیه ما اعمال شده بود، اون در واقع 6 تا قطعنامه، ضمن که ایران ذیل فصل 41 فصل 7 بند 41 بند 42 نیست که تهدید علیه صلح و امنیت جهانی باشه. شرایط امروز شرایط گذاره و دنیا هم امروز داره میبینه و کسانی هم که طرف تجاری ما هستن بیش از 90 و خورده درصد تجارتمون با اوناست. ما کل تجارتمون با آمریکا که حالا قطع شد همینشه میگن 4 میلیون دلار بود. این رقم نیست که. زمانی که من در ایتالیا بودم، وقتی برمیگشتم، من ورودم 6 میلیارد دلار حجم روابطمون بود، برمیگشتم شد 8 میلیارد دلار. الان کل روابط ما با اروپا فکر نمی کنم رقمش به 2-3 میلیارد برسه. میدونید؟ یعنی کل این میزان از، حالا آلمان هم یه چیزی رقم 20 میلیارد دلاری بود. جمع اینا رو وقتی شما میزنی اصلا ما تجارتی با اروپا نداریم. پس اون اولیگارشایی که منافعشون تو رابطه با غرب و الان متضرر شدن و میگن هی برجام کشور رو و منافع ملی کشور رو فدا کردن واسه منافع شخصی خودشون، واقعا حق دارن. بله دیگه، الان هم همین هم اینا، چون الان خب انتظار داشتن و دارن که اگه بتونن رابطه ایران رو با غرب و آمریکا برقرار بکنن به قیمت عبور از انقلاب، این تصور رو دارن که الان همه سازوکار رو در کنترل دارن در داخل ایران، بیرون هم که میشناسن، این شرایط رکودی رو میتونن یه دفعه برگردونن و مثلا 1000 میلیارد دلار برای جلب سرمایه خارجی اروپایی به ایران، آمریکایی، و یا یکی عنوان میکردش که 2500 میلیارد دلار که بیارن اینجا. خب اون لازمشه که ایران صاف شده باشه، نرمالایز شده باشه و اولیگارش های اصلی که اینا هستن، دیپ استیت، اینا میشن طرف چی؟ معامله مثلا با خانواده روچیلد، با خانواده نمیدونم ایلان ماسک، با خود ترامپ. الان ترامپ شما ببینید، خانواده ترامپ و دامادش در قطر سرمایه گذاری دارن، در امارات سرمایه گذاری دارن، در عربستان سرمایه گذاری دارن. یعنی ببینید این گونه میتونن اینها در واقع به آرزوشون برسن. از این زاویه است که اینا این رو درخواست کردن و در باغ سبز نشوندن، در حالی که به هیچ عنوان در ایرانی که توش جمهوری اسلامی ایران و در واقع این موقعیت باشه اونا سرمایه‌گذاری نمی‌کنن. ضمن که مسئلهشون باز ایران نیست، روسیه و چینه و تغییر در ژئوپلیتیک کل منطقه است. افغانستان که دیگه جمهوری اسلامی نبود که، اسمی بود، اما عملاً دوره آقای کرزای و اشرف غنی در خدمت آمریکا بود. یعنی آمریکا بود که بودجهشون هم میبست و هواشون، آسمونشون هم دستشون بود. با اون همه ثروت و معدن حاضر نشن سرمایه گذاری بکنن. سرمایه گذاری بلند مدته، اونم نیازمند به یه سری تضمین‌های امنیتی و در واقع ژئوپلیتیکیه که اون در این منطقه هیچ وقت اتفاق نمیفته. خب دکتر، حالا بحث اینه اگر مکانیزم ماشه فعال بشه، میگن ایران از NPT میخواد خارج بشه و اخیراً هم حتی مجلس یک مصوبه‌ای داشت که همکاری ایران و آژانس تعلیق بشه. الان وضعیت این مصوبه و واکنش ایران باید در قبال فعال شدن مکانیزم ماشه داشته باشه چی هست؟ ما باید چه اقدامی انجام بدیم؟ آیا اقدامات قبلی ما رعایت شده یا نه؟ ببینید، در مسئله
اون مصوبه مجلس که تعلیق روابط همکاری‌ها با آژانس بود منوط شده بود، البته به چند شرط، از جمله اینکه هم متجاوز به سایت‌های هسته‌ای ما محکوم بشه، هم اینکه مسئله در واقع تضمین امنیت سایت‌ها و تضمین امنیت دانشمندان ما این رو مورد نظر داشتن تو اینجا که اون بر مسئولیتش گذاشتن به عهده شعام، شورای عالی امنیت ملی. در اینجا حالا خبری که اومد راجع به این که آمدن از سایت در واقع بوشهر در واقع بازدید کردن، این به نظر من شاید در اختیار تصمیم گیریش با شعام باشه، چرا که توی این مصوبه بیشتر متوجه این بودیم که سایت هایی که آسیب دیده و تغییر در رفتار در واقع آژانس در قبال ایران مورد نظر باشه. اما سایت بوشهر یه حالت استثناء به نظر من پیدا کرد، چون این کماکان یه بخشش مسئولیتش با روسیه هستش و در بحث تعویض سوخت نیروگاه و انتقال اون سوخت مصرف شده که دارای پلوتونیوم هست به بیرون از کشور، این باید تحت نظارت آژانس صورت بگیره. این به نظر من یک استثنایی بهش میتونه وارد بشه از این زاویه، ولی خب به هر حال زاویه داره با مصوبه مجلس که تصمیمش بالاخره با شعام. حالا برخی هم عنوان میکنن که میخوام شاید بگم بعید میدونم و شاید گزارش بدبینانه دادم بهشون که مثلا 6 ماه پیش این میله گذاری تغییر کرده و این یه بهانه است، ولی به نظر من اینو باید شورای عالی امنیت ملی و سازمان انرژی اتمی در واقع موضع بگیره و اجازه نده که این فضای منفی اتفاق بیفته و روی ذهن مردم تاثیر منفی بذاره. در مجموع به نظر من با مسائل ما این تنافر نداره، اون قانون به قوت خودش باقی است و اجازه هم ندادن که سایت ها رو ببینن و نخواهند داد، ضمنی که باید خسارت ما رو بدن، باید مسئولیت حمله به سایت ها رو بپذیرن که اگر ما با یه آژانس شست رفته جدید مواجه شدیم خب ایرادی نداره، با همکاری آژانس میشه رفت دید ببینیم چی مونده چی نمونده و بعد اینها استخراج بشه و در بیاد. ولی الان نه ما رفتیم توش نه میتونیم بریم توش و نه اینکه اونها اجازه دارن بیان هم چیکاری بکنن، ضمن که این یک اتفاقی است که اونها مسئولش هستن و باید هم پاسخگو باشن. نکته بعدی در موضوع تهدید به خروج از NPT، حالا برخی این اعتقاد رو دارن، من چون اعتقادم این نیست، چون اصلا معتقدم که ایران هیچ وقت دنبال تولید بمب نبوده، نیست و نخواهد بود. مقام معظم رهبری هم بر این تصریح داشتن، هنوز هم خیلی ها که اکثریت هم دارم، من شاید بگم قلیلم، شاید کمتر کسی نظر من داشته باشه، معتقدن که داشتن سلاح اتمی برای ما بازدارندگی ایجاد میکنه، چون اینها جز منطق قدرت حاضر به فهم منطق غیر قدرت نیستن. این یه اصله. اما آیا تولید 1 2 3 10 تا بمب برای ما ایجاد بازدارندگی و قدرت میکنه؟ این خودش یه نکته است. نکته بعدی فراموش نکنیم که روسیه و چین هم متعهد به NPT هستن، عضو شورای امنیت هستن و لذا این میتونه تو روابط ما با روسیه و چین اخلال ایجاد بکنه. اینم یه نکته هستش. هم عضو NPT هستن و بمب اتم دارن؟ بله. ببینید اینا بعد از اینکه این کشورهای 5 قدرت اتمی کارشون رو تموم کردن، آمدن NPT رو 1968 آوردن و به امضا رسوندن. یعنی یک معاهده کاملا نامتوازنه. به همین خاطره که میگیم که NPT
در واقع دو بخش کرده جهان رو، داراها و ندارها. داراها برای همیشه دارن، ندارها برای همیشه ندارن. اما آرمان‌هایی که در MPT پیش بینی کردن این بود که تو دو حوزه حرکت بکنه. یه حوزه حرکت به سمت خلسلا که معاهداتی هم که بین این قدرت‌ها از جمله روسیه و امریکا و غرب بسته شد ناظر بر طی فرایند خلسلاحی بود که اتفاق نیفتاد. سالت 1 سالت 2 و یه بخش دیگهش برمیگره به گروه ندارها که در حوزه گروه‌های ندار گفتن که ما میبایستی از طریق آژانس هم بحث عدم انحراف رو دنبال بکنیم، هم بحث در واقع کمک به دستیابی کشورهای عضو آژانس و MPT به تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای. و بعد هم حتی در بند 10 پیش بینی کردن که اگر کشوری آمد و از بودن در MPT متضرر شد و با در واقع مشکل امنیت ملی مواجه شد، میتونه با یک اعلام چند ماهه از MPT خارج بشه، مثل ایران دیگه. چون ما نخواستیم تولید بمب بکنیم، هم خواستیم تکنولوژی هسته‌ای داشته باشیم. اساس اینها بر این اصل استوار بوده کسانی که آمدن و MPT رو طراحی کردن، اینکه این معاهده نامتوازن بمونه. عدم توازنش این که کشورهای دارا تکالیفشون عمل نمیکنن، کشورهای ندار به تکالیفشون عمل میکنن که نداشتن بمبه، اما به برخورداریشون هم نمیرسن. یعنی آژانس به دلایل مختلف تحت عنوانی که اینا بی‌ثباتن یا مثلا واجد ظرفیت لازم هستن و یا ما باید متقاعد بشیم و یا فرآیندهایی رو درست کنن دیگه، سعی کردن اخلال کنن. برای همین شما نگاه میکنی برزیل تلاش کرده گرفتاره، مصر تلاش کرده گرفتاره، الجزایر تلاش کرده نتونسته، ترکیه تلاش کرده نتونسته، ایران تلاش کرده نتونسته، اندونزی که ذخایر نفتیشو از دست داده امروز دیگه با 250 میلیون جمعیت 300 میلیون جمعیت نیاز داره به انرژی هسته‌ای، اون رو هم در واقع نتونسته، یعنی مشکل دار شده. آرژانتین یه زمانی یک کشور هسته‌ای بود، ظرفش از دست داده، الان وضع خوبی نداره. لذا من میخوام بگم تا تونستن اخلال کردن و در واقع آپارتاید هسته‌ای و این تبعیض بگم صنعتی رو تحمیل کردن. از این زاویه وقتی نگاه میکنم، حالا من میخوام بگم ما که هنوز نمیخوایم بمب بسازیم، وقتی اگر بریم به سمت خروج از MPT این میشه سندی برای اینکه بس ببین نشون میده ایرانی‌ها میخوان برن دنبال بمب. یعنی کسی میره از MPT خارج میشه که بتونه بره به سمت تولید بمب. مثلا 1995 که آخرین نشست بود بعد از اون نشست اول MPT که 1970 بود، 25 سال براش دوره گذاشتن، دوره در واقع آزمایشی، که بعد کشورها در 1995 آمدن و تصمیم گرفتن که بمانند یا بروند. هنوز به عنوان یک قاعده آمره و به عنوان یک حکم بین‌المللی این مورد تایید قرار نگرفته. چند تا کشور بودن که تحفظ گذاشتن، گفتن تحفظ بردار نیست. ببینید قوانین بین‌المللی برخش تحفظ بردار نیست که با روح اون معاهده تضاد داشته. بعضی دیگه میگن ما بریم مثلا FATF رو میپذیریم تحفظ میذاریم. اینا حرفای عاجز غلطه، اینا اشتباهات راهبردی است که اینا صورت گرفته. اینا میگم اصل ماجرا رو بهش توجه نکردن و نمیکنن. در MPT لذا تحفظ بردار نبود و لذا هند اومد بیرون، پاکستان اومد بیرون، کره شمالی آمد بیرون و اینا رفتن و اتفاقا بمب هم تولید کردن. و از اون به بعد دیگه کسانی که موندن و امضا کردن معاهده رو، حتی نفس حضورشون در اونجا و قبول کردن این ماجرا شد به عنوانی که دیگه ما متحد شدیم. و از خروج از MPT برای ما فقط ایجاد شبهه میکنه، یک کارتی رو میده دست امریکایی، ضمن که اونا از بمب ما نمیترسن. همواره عرض کردم ایران ابرقدرت در حوزه ظرفیت نرمه، از اندیشه و تفکر و رویکرد ما و گفتمان ما میترسن. یعنی شما بخش پیشنهاد میکنید که ما تو MPT بمونیم، هستیم، چون خارج نشیم بمونیم
و شرط بذاریم یا تعلیق همکاری کنیم که شما نه تا وقتی این کارها رو نکنیم ما این کارو نمی‌کنیم. ببین ما الان آسیب دیدیم. بله. ما بایستی اینجا اصطلاحاً میگم یه دیپلماسی رسانه‌ای زینب‌وار رو بالا ببریم، رو دست بگیریم. باید اونجا این پرچم رو ببریم و بگیم که آقا آژانس به مأموریت خودش عمل نکرده. آژانس یک سازمان صرفاً فنی و حقوقی است. آژانس وارد مسائل سیاسی شده. رویکرد سیاسی نمیتواند حقوق افراد رو متأثر کنه. ما مسئله باید ببینیم آیا رعایت شده یا نشده. آقای گروسی در مقام و هیئت یک دیپلمات غربی با رویکرد جاسوسی و دفاع از منافع غرب رفته جلو، در حالی که آقای گروسی میتونست بگه آقا من مدیر کل آژانس هستم، نسبت برابر دارم چه با آمریکا چه با ایران چه با کره مثلا. اما این کارو نکرده. ضمن اینکه ما یه بحث دیگه ای داریم، آمدن اعضای NPT حمله کردن به سایت هسته‌ای ما از جمله آمریکا. اینو باید اولا محکوم کنن و خسارت بدن. نکته دوم، آژانس باید تغییر سیاق بده، بره روی اساسنامه خودش بیسته، از این انحراف خارج بشه. اینو نکته دوم. مدیر کل باید تغییر کنه. نکته سوم، خاورمیانه عاری از سلاح اتمی رو باید تو دستور کار بذاریم. این هم نکته چهارم. نکته پنجمی که رژیم صهیونیستی باید بره عضو NPT بشه که سلاح هسته‌ای داره. چهارم، باید برن سایت‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی رو از نزدیک بازدید کنن، نکردن. همین کشورهای مثل فرانسه، مثل انگلیس کمک کردن به اینکه رژیم صهیونیستی که بیرون از NPT بوده به بمب هسته‌ای دست پیدا کنه. در حالی که اصلا ظرف مکانی مناسب هم نداره برای این کار. عمق استراتژیک نداره. اگه اتفاقی بیفته کل اون بخش برای الی یوم القیامه غیر قابل زیست میشه. شما چطور تونستی این کار رو انجام بدید؟ این تبعیض رو ما بایستی روی دست داشته باشیم و به نظر من این گفتمانی است که مخاطب جهانی پیدا میکنه. از این منظر به ما حق میدن. ولی اگه ما 5 تا 10 تا رفتیم وقت باید بریم. این شرایط بازدارندگی هستی با 5 تا بمب 10 تا بمب نمیشه. در مقابل اسرائیل میشه. درو بحث با ما اسرائیل فایگاست. ببین اسرائیل نشون داد که بدون حمایت ناتو و بدون حمایت آمریکا عددی نیست. ما در کمپین خود آمریکا مثلا اسرائیل ایجاد کرده دکتر پایگاست. خب که خودش از منطقه بره بیرون، اسرائیل بشه آقای منطقه دیگه. پس این ظاهر امره. این ظاهر امره. یعنی ما در خاورمیانه مستقیم با آمریکا در تقابل نیستیم. در واقع با نماینده آمریکا به نام اسرائیل در تقابل. میشه آمریکا دیگه. اگه همون رو مهار کنیم با بمب اتم که بمب اتم داره میشه تو یه حد اون بحث مفصل نه من میخوام بگم اینجوری نیست. اگر عملیاتی هم علیه ایران بخواد انجام بشه در این شرایط فرضی، این بار حتما آمریکا تنها به سایت‌های هسته‌ای حمله نکرده، نمیکنه، بلکه به کلیت ایران حمله میکنه. ببین میخوام بگم اینقدر این سیستم وابسته به اراده آمریکاست. حتی من به شما بگم کل عملیاتی که طراحی شد هم برای زدن سایت ها هم برای اجرای اون در واقع جنگ تحمیلی 12 روزه از 0 تا 100ش توسط آمریکایی‌ها در پنتاگون طراحی شده بود. اصلا اینجوری نیست. اصلا رژیم صهیونیستی عددی نیست. منتها این چون بدنام و بینامه لذا از عنوان او استفاده کردن. ما نباید فریب بخوریم. من لذا اعتقادم اینه که ما اگه بخوایم بریم تو اون سمت ماجرا خیلی فرق میکنه. زمینی که این موشک‌هایی هم که گفته میشه ما بهش دست پیدا کردیم که انشالله همینطور هم هست، مثلا موشک در واقع آخر زمانی X و Y که اینا هست، 2 تا اینا بخوره تو دیمونایی وجود نخواهد داشت دیگه. چه نیازی که من برم با بمب اتم بزنمش؟ ببین میگم اینطور نیست. لذا موشک‌های هایپرسونیک همون کارو دارن میتونن انجام بدن. بس این که اصلا این رویکرد سلاح‌های کشتار جمعی رو باید از دستور کار قدرت‌ها خارج کرد. جهان امروز متعلق به باشندگانش و به متعلق به این 8 میلیارد جمعیت، این نظام در واقع تبعیض نژادی در روابط بین‌المللی رو باید تغییر بدیم. ما مخاطب عاممون در آمریکاست. اتفاقا ما مخاطب مؤثرمون در آمریکا و غرب میتونیم جستجو بکنیم، چون اونا حرف ما رو خوب میفهمن و اونا هم معترضن. لذا کسی که میخواد بره بمب اتم بسازه دنبال هژمونیه که اگه
تکون خوردی حذفت میکنن. ما حق نداریم دیگران رو بخوایم حذف بکنیم. من از این زاویه میخوام بگم با روح تفکر انقلاب و اون رسالت جهانی ما اساساً سلاح‌های کشتار جمعی از جمله بمب اتم نمیخونه. ما در روایت هم در آخر زمان داریم دیگه که میگن زمان ظهور اصلا سلاح‌ها از کار میفته. چجوری از کار میفته؟ آیا جادوگری میشه؟ نه، منطق گفتمانی اینقدر قوی هست که کسی حاضر به استفاده از سلاح علیه دیگران نمیشه. یعنی کسی حاضر به حرکت در اون پارادایم فکری نیست. از این زاویه من میخوام بگم اینا با هم دیگه هم سازگاری داره. اینکه حضرت آقا هم هیچ وقت تاییدی نداشتن بر این قضیه، از این زاویه است. ما باید بریم مشکل اقتصادیمون و مشکل بازدارندگیامون و مشکل گفتمانیمون و مهندسی اجتماعیمون رو حل کنیم. اصلا این شیوه حکمرانی رو باید تغییر بدیم که در چارچوب تفکر قرآنی و تفکر انقلاب باید بشه. دکتر به اون سوال آخرشون خیلی هم وقت شما رو گرفتیم. یه شبهه‌ای مطرح شده اون مکانیزم ماشه، میگن اگه این مکانیزم فعال بشه خب ما برمیگردیم به همون دوران جلیلی و احمدی نژاد که تحریم‌ها زیاد بود. خب پس چرا شما ناراحتین؟ چرا انقدر گلایه میکنید؟ همون دوران اگه دوران خوبی بود خب بریم به همون برمیگردیم دیگه. ما نمیگیم میخوایم برگردیم به دوران قبل، که ما دوران قبل ایستادیم تونستیم به ظرفیت هسته‌ای دست پیدا کنیم، تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای رو داشته باشیم. این تکنولوژی رو نیومدن برای مردم باز کنن که صرفا تولید برق نیست. و ضمن که ما اگه قرار بود، چون عرض کردم که اینها مکانیزم ماشه نبود، برجام پروژه بود. اگه صرفا پروژهش مسئله پروژه دسترسی یا عدم دسترسی ایران به تکنولوژی هسته‌ای بود، حرف شما رو میشد روش تحمل کرد. میگم برجام 1 2 3 4 این هست، بحث تسلیم سازی ایرانه، بحث تغییر در ژئوپلیتیک ایرانه، بحث نرمالایز کردن ایرانه و بحث تجزیه ایرانه، هم کاری که با لیبی کردن. این در سال 1968 هم اینا دنبالش بودن، 52 هم دنبالش بودن. ببین اصلا اسناد مدارکی که اومده تغییر در ژئوپلیتیک غرب آسیاست و ایران و انقلاب اتفاقا قبل از اینکه بخواد نقشش رو در مهندسی اجتماعی نشون بده آمد و در حفظ ژئوپلیتیک ایران نقش ایفا کرد. و به همین خاطر که حاج قاسم میگه ایران حرم است، اگه ظرف نباشه مظروف هرچی هم که باشه نمیتونه متعین بشه، از بین میره. بس بنابراین این تفکر نیاز به یه ظرفی داره که ظرف وجودیش ایرانه و ایران رو انقلاب حفظ کرده. گام بعدی استفاده از نقش انقلاب در مهندسی اجتماعی است که این متاسفانه ما از بعد از جنگ انحراف داریم و انقلاب گذاشتیم تو صندوقخونه، جز یه سری شکلیات و یه سری نبایدها، اما در حوزه بایدها کاری نکردیم که این میشه وضع فعلی. بنابراین اینطور نیست، اینا آدرس غلط میدن، میخوان اون در واقع جرمی رو که مرتکب شدن. الحمدلله ایران ماند. اگر ایران فروپاشیده بود چی؟ اینا کجا بودن؟ میخوام بگم اگر حالا طوری نشده و ما تونستیم بقای خودمون و موجودیت خودمون حفظ بکنیم، این به خاطر رشادت هایی بود که صورت گرفته، به خاطر فشاری بودی که مردم متحمل شدن، بصیرت عمومی ما بود و ملت تمام قد اومدن پشت سر رهبری و انقلاب. این رو باید نگاه بکنیم. اگه از این زاویه شما نگاه بکنی، نه، اینا جرمشون سنگینه، چون ایران رو عملاً از 1392 تا الان ما متوقف کردیم. یعنی یک شیب منفی اومدیم که امروز مردم رو به آب و برق نیازمند کردیم. ما انقلاب نکردیم که مسئله آب و برقمون حل شه. اولا برای آب و برق انقلاب نکردیم، چون آب و برق هم زمان محمد رضا بود. ضمن اینکه قرار بوده و هست که ایران در شأن و جایگاه بایسته جهانی خودش قرار بگیره و نسل امروز ما امروز پیشتاز باشه، پیشران باشه در ارائه طرح‌های تجربه شده مؤثر و موفق در داخل ایران. این رو به نظر من آدرس غلط میدن، جزء فریبکاریایی است که تا الان داشتن، اما دیگه اینا جواب نمیده و مردم متوجه شدن که چه اتفاقی افتاده و اینا چه ضربه و آسیبی به امنیت ملی و توسعه ایران و آینده ایران وارد کرد. خیلی دکتر از شما سپاسگزاریم. پاسخ‌های شما جامع بود و استفاده کردیم. سلام باشید. خدا نگهدار.